به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم دوستان عزیز گرامی. چند گفته از استاد بزرگ متفکر ملت استاد محمد جان شکوری بخاری در صفحه فیسبوکی نشر نمودیم که بعضی دوستان خواهش کردند از بس که نه هر کس صفحه فیسبوکی دارد و یا نه هر کس عادت خواندن دارد، این اندیشه ها را اگر به شکل نوار پیشکشی بینندگان سازد بهتر میشد گفته پیشنهاد کردند. پیشنهاد آن دوستان را به نوبت گرفتیم و آن نوشته ها را امروز خواستیم به سمع شما رسانیم. چرا گفته های استاد را از کتاب ایشان خراسان است اینجا اصلا روی صفحه آوردیم؟ چون که در نتیجه تبلیغات گسترده و پی همین چند سال اخیر چنین اندیشه ها در ذهن عده وجود آمده که دین چیزی خطرناک است. دین میباید در حاشیه قرار داده شود. دین عامل عقب ماندگی جامعه میگردد. البته این اندیشه ها خیلی اندیشه های از حقیقت دور، اندیشه های ساخته و بافتند. بیایید ببینیم که استاد بزرگوار متفکر ملت استاد محمد جان شکوری در کتاب مشهور و معتبر خود که خراسان است اینجا که در بیان حفظ هویت ملی، حفظ زبان تاجیکی تعریف کردن، در مورد دین و دینداری چی گفتن؟ استاد در این کتاب در صفحه 408 میگوید اسلام دینی ملی مردم تاجیک است. اسلام دینی ملی مردم تاجیک است. هر تاجیکی میباید به دین خود، به دین اسلام احساس افتخار کند. جای دیگر استاد گفتن دین مبین اسلام عین عقل و ذکاوت، عین حقیقت است. برخلاف آن تهمت و بهتان هایی که میگه دین خرافات است، دین افسانه است، نه. این استاد روشن فکر، این محقق بزرگ میگویند دین مبین اسلام عین عقل و ذکاوت، عین حقیقت است. اسلام بندگان خدا را به هم متحد میکند. عامل عقب ماندگی، عامل پراکندگی نیست، بلکه میگوید ملت را به هم متحد میسازد. ملت و ملت ها را با هم یک کرده به راه حق میبرد. جای دیگر استاد گفتن امروز در تاجیکستان استوار شدن پایه های دینی مبین اسلام عامل مهمی یگانگی ملی خواهد بود. ما اگر خواهیم برای یک پارچگی و اتحاد این ملت سهم گذاریم، میباید معنویات این ملت را رشد دهیم. معنویات این ملت ایمان است و اسلام است. جای دیگر استاد در این کتاب صفحه 384 میگن دین و مذهب نخستین پاسخگوی در مورد پیدایش دشوارترین پرسش هاست. بزرگترین سوال ها را دین جواب میگوید. هیچ دانشگاه، هیچ فیلسوفی آن سوال ها را توان جواب گفتن ندارد که انسان از کجا آمد، برای چی آمد و کجا می رود. سه سوال مهمترین که هر کی جواب این را داند یافته تواند فلسفه حیات را، معنای زندگی را درک کرده. هر کی جواب این سوالها را نداند البته در تاریکی، در گمراهی، در ضلالت عمر میبرد. بنابراین استاد میگویند دین و مذهب نخستین پاسخگوی در مورد پیدایش دشوارترین پرسش هاست. نخستین درگاهی است که آنجا پرده از اسرار هستی میبردارند. جای دیگر گفتن هرچه خلاف عقل است خلاف دین، خلاف اسلام خواهد بود. هیچگاه دینی صحیح با علم و تحقیق در تضاد نیست. هیچگاه با هم مخالف نمی برایند. آنچه علم و تحقیقات به آن خلاصه ها می رسد اسلام آن را تأکید می کند و یا آنچه اسلام گفته علم و تحقیقات عیناً به همان نتیجه می رسد. میان علم و میان دین هیچ تضادی نیست. چگونه تضاد باشد که خداوند قانونهای هستی را، قانونهای فیزیکی را او خداوند آفریده و این قرآن را او تعالی نیز نازل نموده. هیچگاه آفریده های او تعالی با گفته های او تعالی با هم زید نمی باشد. مسلمانی را از روی احکام اصلی دین باید آموخت. از قرآن مجید، از حدیث نبوی و غیره باید یاد گرفت. آنگاه خواهیم دانست که اسلام دین حق است و هر مسلمان را به حق خواهد رسانید. ما اگر خواهیم به حقیقت رسیم، به حقیقت عمر بسر بریم، در نور و در هدایت باشیم، باید به اسلام رو آریم. باید معرفت ها را از اسلام آموزیم، چون که در اسلام حقایق مطلق برای وحی خالق آسمان و زمین آن حقایق را
به ما یاد داده، فرو فرستاده. جای دیگر استاد صفحه 391 گفتند اسلام دینی بزرگ است و به همه سوالهای ما جواب میگوید. ثباتکاری در ایمان اسلامی ذهن را تیزی میبخشد و به سوی درک اسرار هستی راه میکشاید. این گفتند اسلام از مهمترین عامل‌هایی بود که در طول عصرها ما را به سوی رشد عقلانی راهنمایی کرده است. واقعا سخنان خیلی منصفانه و سخنان خیلی محققانه بعدی آموزش و بعدی رسیدن به خلاصه ها، بعدی تحقیق. در طول عصرها دین اسلام مردم را به رشد عقلانی، به رشد معنوی و روحانی راهنمایی نموده است. این گفتن از دین مبین اسلام دست کشیده به آیین بیگانه گرویدن امروز برابر خودکشی است. استاد در علاقمندی میان دین و دولت نیز کلمات زیبا دارند، گفته های خیلی مهم و ارزشمند دارند. میگن دین و دولت در رسالت اجتماعی ماهیتا یکند. دولت امور اداری ملت را به تنظیم می‌دارد، حقوق را حفظ می‌کند. دین باشد معنویات مردم را تأمین می‌کند، تکمیل می‌کند. که انسانی که معنویاتش خراب باشد البته که از او جنایت و کارهای ناشایان سر می‌زند. اساس التزام، اساس در چارچوبه انسانی و اساسی به زینه‌های کمال انسانی رسیدن این رشد معنویات یعنی رو آوردن به اسلام است. در این مورد که در ذهنیت بعضی از ضیایان و نمیدونم استادان و معلمان ما بعضی آلودگی های تعلیمات الحادی کمونیستی تا حال جا دارد. استاد در این مورد میگویند دولت تاجیکان باید از اول خود را از باقی مانده های بیدینی بولشویکان به کلی تازه کند. اگر ما خواهیم تفکری ملی سازیم، اگر خواهیم ملت را در اطراف دولت متحد سازیم، می باید از آلودگی های بیدینی و بیخدایی بولشویکی که برای ما این اندیشه ها بیگانه باید تازه نماییم. به اصالت خود، به فرهنگ خود، به دین و آیین خود که اسلام بود برگردیم. استاد در این مورد باز تاکید میکنن، میگن از تجربه نظام سیاسی شوروی هیچ جای شبهه نماند که همزدی فرهنگ سیاسی و فرهنگ روحانی بر ضرر جامعه می انجامد و هرگز به سود دولت هم نیست. در تضاد بودن دین با دولت هیچگاه به نفع جامعه نیست. هیچگاه دولت درسته، جامعه درسته به وجود نمی آید. دشمنی میان دین و دولت برعکس به بحران جمعیتی، به بحران فکری، به بحران اخلاقی برده می رساند. بنابراین دولت رشد کرده دین را نیز فرصت می دهد، برای دین نیز یعنی راه می کشاید و دین مردم را، ایمان مردم را نیز تأمین می کند. استاد میگویند دین را قوت باید داد که دین و دیانت اساس آدمیت است. اگر ما خواهیم یک شهروندی کامل سازیم یا تربیه نماییم، باید دین شهروند را نیز دقت نماییم. تنها به مادیات دقت نمودن، تنها غذای جسمانی فرد را یا شهروند را به این نوبت گرفتن و از نیازهای معنوی و ایمانی فرد غافل بودن، این تربیه ناقص است. این تأمین نادرست است، تأمین خللدار است. می باید در پهلوی تأمین غذا و لباس شهروند یا فرد دین و ایمان او را نیز تأمین نماییم. این بود بعض اقتباس ها از کتاب نفیس ایشان. خراسان است اینجا. در حفظ و امان خداوند باشید.